چرا جمهوری اسلامی بعد از 8 سال یادش افتاده که نظام حقوقی دریای خزر رو بالاخره باید تعیین کنه؟ قرار بود ایران رو پس بگیرن، سلطنت طلبا رو میگم. حالا میگن دریای خزر هم از دست رفت. ماجرا چیست؟ بیانیه رضا پهلوی در مورد دریای خزر سوراخش چیه؟ دلیل دلسوزی ایران اینترنشنال برای ماهیای دریای خزر چیه؟ انتصاب طائف به ریاست ارتش 20 میلیونی بسیج مستضعفین پیامش برای ما چیه؟ معنای اشکریزی پزشکیان برای فوت شدگان دیماه چیست و چه عواقبی برای دادخواهان، خانواده های کشته شدگان و زخمی شده های دیماه میتونه داشته باشه؟ چرا پدر سپهر شکری میگه سپهر بابا بیان یک درد اجتماعی است؟ پشت پرده قتل مداح حکومتی رجبزاده و ربط اون به سامانه پهلوی چیه؟ چرا یک دوستی از ایران برای من می نویسه چند شبه که خواب می بینم که جمهوری اسلامی رفته، اما یک کسی داره قلبم و از سینم بیرون میکشه؟ شادی امین هستم. در این قسمت از برنامه ولتاژ به این سوالات پاسخ میدم. قبل از اینکه به این سوالات پاسخ بدم، از همه کسایی که برای اولین بار میان تو این کانال میخوام که اگه دوست داشتن برنامه رو یا همین الان کانال رو سابسکرایب بکنن و لایک و کامنت یادتون نره. اینم باعث میشه که یوتیوب این برنامه رو به عده بیشتری معرفی بکنه. در ضمن آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ همین زیر این ویدیو نوشته شده و یادتون نره برای دوستانتون در ایران بفرستید. تو هفته گذشته خبر اومد که دریای خزر از دستمون رفت. چه نشستید که دریای خزر با همه خاطرات و ابر و بحر و همه چیش رو فروختن به روسیه و ترکمنچای دوم در واقع قراردادش بسته شده. اما ماجرا واقعا چیه؟ دولت پزشکیان یه لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یا همون کنوانسیون آکتا رو با فوریت به مجلس ارائه کرد تا تصویبش کنن و بره شورای نگهبان و سریعا به عنوان قانون لازم الاجرا در بیاد. این کنوانسیون که این کار دولت اما یک طوفانی توی رسانه‌های جمهوری اسلامی راه انداخت که آقای چی شده که وسط جنگ یهو یاد تصویب کنوانسیونی افتادین که از سال 97 داره تو گنجه‌های دولت خاک میخوره. یعنی 8 ساله که دولت روحانی زمانی که رئیس جمهور بوده و ظریف وزیر امور خارجه‌اش بوده اینو امضا کردید و ولش کردید به امان خدا. برای اینکه بدونی روند کنوانسیون‌های بین‌المللی و تصویبش در جهان به چه شکله، چیزی که این روزها خیلی هم اشتباه میشه این هستش که سال 2018 که این کنوانسیون امضا شده هنوز لازم الاجرا نیست. تنها زمانی که همه امضا کنندگان این کنوانسیون در مجالس و نهادهای تصمیم گیری کشور خودشون این رو به قانون بدل بکنن، یعنی تصویب بشه توسط مجلس اونجا و مراحل قانونیشو بگذره، برای همه کشورهایی که اون رو امضا کردن لازم الاجرا میشه. به این معنی تاکنون این کنوانسیون هیچ بار حقوقی نه برای دولت ایران نه برای بقیه امضا کنندگان نداشته. سرنوشت این کنوانسیون به این معنی نامشخصه. اما مسئله وقتی برای من جالب شد که دیدم رسانه‌های سلطنت طلب دارن شدیداً به این موضوع واکنششون میدن و مثلا یه نمونهش مهدوی آزاده. نگاه کنین ببینید چقدر قصه میخوره از این قضیه. مهدی بگوینیم چی شده؟ آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که این روزا یواشکی بود رفتن سراغش یه ترکمنچای جدیده؟ جواب این هست بله. جواب این هست بله. در واقع دارن دریای خزر رو همه‌شو دارن میدن به برادر پوتین. دریای خزر با تمام آب‌ها، با تمام ماهی‌ها، با تمام ابرها. اینا ادعا میکنن که اصلا بحث سهم ایران از دریای خزر در کنوانسیون مطرح نشده. خیلی جدی میگم، اصلا نیست و همه نگرانی ها در واقع بی‌مورده. تازه میگن بعضیشون دروغ. از نظر منطقی درست چیزی در واقع به عنوان سهم کشورها توش نیست. اگه درست میگن تو چی میگی؟ پس مشکل کجاست مهدی؟ آقای مهدوی آزاد نگران ابرام هست، خیلی شاعرانه فضا رو ترسیم کرده. اینا همونایی که آدما رو میآوردن تو برنامهشون یا خودشون در مقدمه هاشون صحبت از این میکردن که بزن خارکو بگیر، اونجا رو بگی. همکارش علی حسین قاضی‌زاده همونیه که گفت بمب اتمو بزن. اینا یهو دلشون برای ابرها و ماهیای خزر سوخته و
دارن میگن چه نشستید، همش هم دارن میدن به برادر پوتین. حالا چه جوری میدن، اونا چه جوری میبرن؟ ببینید مراد ویسی، همین رحمال خیلی عزیز دل بیننده های افراطی ایران اینترنشنالی که علاقه خاصی هم به تحمیق شدن دارن، پای برنامه های این میشینن، اینم خیلی راضیه. مثلا میرن از این ویسی میپرسن آقای ویسی، مردم خیلی مشتاقن بدونن که شما راستشو به ما میگین یا میدونین خامنه ای زنده است یا نه. اون میگه من باید بگم دو نکته رو، یا مرده یا زنده است، که باید اگه زنده است به ما نشون بده. و خلاصه ببینید چی میگه در این مورد. ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر و دارن این عهدنامه ننگین رو میبرن مجلس. عهدنامه‌ای که سهم ایران رو در خزر حدود 11 تا 13% تعیین کرد. من این ایران فروشی در دریای خزر رو محصول نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه میدونم. حتی پهلوی یه انشای مفصلی اومده توی توییتر نوشته و از این صحبت میکنه که این هشدار رو از سال 2018 داده و گفته که این کنوانسیون به ضرر منافع ملی و از موضع ضعف وارد شده. و یه جوری تصویر کرده توی این نوشتهش که گویا پدر و پدر بزرگش خیلی حواسشون به منافع ملی ایران در دریای خزر، به قول اینا کاسپین، بوده و این جمهوری اسلامی باز مثل همیشه اومده و این منافع ملی رو در نظر نمیگیره، که درسته. ولی اینا چرا یهو یادشون افتاده که در این قضیه باید خیلی رول منافع ملی رو بازی بکنن، رول یه ملیگرای واقعی که اگه یه وجب، یک قطره از آبش، یک وجب از خاکش گرفته میشه باید اعتراض بکنه. تا حالا نمی‌کردن جنوبو بگی و اینو بگی، طرح سید قاسمی نژاد بودا. حالا اومدن و یهو سر دریای خزر و این کنوانسیون دارن گرد و خاک میکنن. ماجرا چیه؟ از اول بیاین داستانو سریع ببریم جلو. ببینیم اولین باری که اصلا موضوع دریای خزر توی یک قراردادی مطرح میشه عهدنامه گلستان تو سال 1814 و بعدن تو ترکمنچای که ایشون ازش اسم میبره تو سال 1207 که اونجا ایران از داشتن نیروی دریایی و کشتیرانی در دریای خزر کاملا محروم شد. با انقلاب کمونیستی 1917 این لنین شخصا معاهدات تزاری با ایران رو لغو میکنه و دوباره ایران حق کشتیرانی در دریای خزر رو درش شریک میشه و این قرارداد با اینکه حدوداً 5 روز از زمانی که احمد شاه هنوز تو قدرت بوده و پس از سقوطش، یعنی وقتی رضا شاه قدرت رو میگیره، هنوز آدمهای او این قرارداد رو امضا میکنن با اینکه دیگه خودش در واقع در قدرت نبوده. توی این قرارداد یه حق مساوی هم به روسیه داده شده بود هم به ایران برای کشتیرانی روی این آبها. یه قرارداد دیگه ای هم بین دولت رضا شاه و دولت شوروی سوسیالیستی اون موقع وضع شد تو سال 1319 بود، یعنی 1940 در جریان جنگ جهانی دوم، که جزئیات دریانوردی و ماهیگیری رو مجددا بررسی میکنه. خب این دو تا قراردادو که رضا پهلوی خیلی هم بهشون افتخار میکنه، هیچ ماده‌ای درش درباره نحوه استفاده از منابع زیرزمینی وجود نداره. هیچ چیزی دوستان است، برای اینکه اون زمان اساساً اولا اکتشاف نفتی در اونجا صورت نگرفته بوده، ضمن اینکه توی معاهدات بین المللی این نوع در واقع تقسیم بندی‌های حقوقی به اون شکل وجود نداشته. فقط گفته بودن که کشتی‌های هر دو طرف میتونن آزاد در تمام منطقه کشتیرانی، یعنی تا اون 28 کیلومتر که بعد از ساحل فاصله بگیرن و در واقع محدوده هر کشوری حساب میشه، حق دارن کشتیرانی کنن. تا 10 مایلی هم در سواحلشون حق ماهیگیری. اینایی که میگن ما قبلا همش رو داشتیم و شریک بودیم حالا نیستیم، اساسا چنین چیزی دروغه. این نقشه‌ای که سلطنت طلبها از دریای خزر میذارن و هی میگن قبلا ملک مشا بوده و ما شریکی با شوروی اینو داشتیم، این نقشه است که اینا میذارن و میان میگن که در واقع قبل از فروپاشی شوروی، میگن 50% شما داشتیم، دقیقاً هم خط کشیدن اونجا صاف با خط کش و پایین مال ما بوده. خب میگه احمق بودن اونا که به اجازه بدن شما از طرف ترکمنستان و آذربایجان مال شما بشه؟ مگه هم چیزی ممکنه؟ میگن که دریای خزر بین ایران و شوروی مشا بوده. مشا یعنی این که شما هر چی دارید اگر مشا باشه از جزئیاتش بهره و استفاده و ضرر و هر اتفاقی راجع به هر کدوم بیفته، هر دو طرف درگیر یا طرفین مشا رو ضینف میکنه یا متضرر میکنه. ببینید تقی‌زاده اینجا چی میگه در مورد همین مسئله.
قراردادهای 1921 و 1940 مالکیت ایران در خزر مالکیت مشاعی معرفی شده، نه مالکیتی با اعلام حدود ساحلی و درصد مالکیت هر کشور. دقت کردید؟ ادعا کرد در رسانه‌های رسمی، در رسانه‌های پروپاگاندا که اینجا این خیلی روشن بوده، مشا بوده. میاد اینو میگه، هیچ کس هم به چالش نمیکشتش، برای اینکه امروز مهمه اینا رو بگیم. الان مردمو درگیر کنیم با اینکه مثلا یادتونه میگفتن خلیج فارس، دارن میگن خلیج عربی، یهو امضا کنید و غیره. اینا ناسیونالیسمشون یا ملی گراییشون یا وطن دوستیشون در همین حده. این ناصر کرمی رو هم ببینیم که همینی که تا چندی پیش زیر عبای جمهوری اسلامی داشت میخورد و با دستگاه جمهوری اسلامی همکاری میکرد، الان بخشی از پروپاگاندای دستگاه سامانه سلطنتی و رضا پهلوی هست و ببینید در مورد به عنوان کارشناس محیط زیستشون اینجا چی میگه. ببینید چه هم در ماده 11 معاهده 1921 هم در ماده 12 قرارداد 1940 دقیقاً اشاره شده که به متن و محتوایی که بر بهره برداری مشاع، این کلمه مشاع کلمه حقوقی مهمیه اینجا، مهمه، یعنی بهره برداری مشترک یک پهناب مابین دو کشور. دقت کردین؟ الان من این دو ماده رو که ایشون میگه نشون میدیم ببینیم واژه مشاع، واژه ملک مشاع یا در واقع سهم مشاع تو اونجا هست یا فقط راجبه کشتیرانیه. این دوتا ماده است. شما اینا رو نگاه کنید ببینید کجا گفته اینجا ملک مشاش، گفته مشترکاً میتونن برای کشتیرانی، در بعدی راجع به ماهیگیری هم حرف میزنه و فقط در مورد همینه، در مورد تردد و عبور و مرور آزادانه در آبهای خزر هستش. یعنی هیچ کسی خارج از این دو کشور که در اون موقع شوروی هستش که بخش بیشتری از ساحل‌های خزر متعلق به او هست تا اون سهمی که ایران داشته، میبینید که در اینجا هیچ حرفی از مشا نیست و اتفاقا میگه این مشا خیلی مهمه. آره مهمه، ولی کجا اومده؟ کی میاد از شما بپرسه که به عنوان متخصصم میای حرف میزنین؟ کی به شما این اعتبارا رو داده که بیاین دروغ بگین؟ مشکل اینه که خیلی ها ولی هر چیو که میشنون باور میکنن، اینا هم یه جستی میگیرن، جست همه چیز دان. این همه چیز دان ها مثل این آقای ناصر کرمی نتیجهش این میشه که در واقع تحمیق مردم، دروغ به مردم، جعل واقعیات و استفاده ابزاری از تمام آنچه که داره میگذره. این کارو بارها و بارها کردن. دفعه اولشون هم نیست اگه حقوق نمیدونین. یه بخشی از کاسبی شما حقیقتاً وارونه سازی مسائل پروپاگانداییه که برای سامانتون دارین سازماندهی میکنید. تحمیق و ساده کردن مسائل از طرف این رسانه‌ها و متخصصینشون به تحمیق مردم میانجام و اگه این مردم لیاقت داشته باشن پای صحبت اینها نمیشینن، اگه مردمی باشن که میبینن اینا چجوری تحمیق میکنن و دروغ میگن و غلط حرف میزنن، دیگه نگاهشون نمیکرد و دنبال کردنشون که بماند. اما یه چیز دیگه‌ای که رضا پهلوی و رسانه‌اش به ما نمیگه اینه که شوروی از سال 1950 یعنی سال 1328 حدوداً بهره برداری از نفت توی دریای خزر شروع کرد. میدونین یعنی چی؟ محمد رضا شاه سر کاره، پهلوی سر کاره. اینا که میگن همه منابع، ابر، خاطرات، ماهیا همه رو برد، هیچگاه از سوی دولت محمد رضا پهلوی اعتراض جدی به این هم صورت نگرفت. و اگر حرف رضا پهلوی و ناصر کرمی رو بپذیریم که اون موقع مشا بوده و شریک بوده، غلط کرد محمد رضا پهلوی نرفت بگه سهم ما رو از این نفت بده. مشاه دیگه، داری برمی‌داری بعد سهم منم بدی، حالا خرجی هم که کردی و حساب کن تو این محاسبت. کو چرا هیچ اعتراضی نشده به بهره برداری نفتی از باکو؟ خب خیلی ها میگن که اصلا چون تو قرارداد نبوده و غیره نمیتونستم اصلا اعتراضی بکنه، باید قرارداد جدیدی میامدن سر این موضوع مینوشتن دیگه. برداشت نفت و وجود ذخایر نفتی اونجا اثبات شده بوده، چرا نرفتش؟ دولت پهلوی وقت کافی داشت، حدود 29 سال وقت داشت که به بهره برداری شوروی از نفت اونجا رسیدگی و وضعیت حقوقی این موضوع رو روشن بکنه. نکرده. خب نمیخواست یاد شوروی رو تحریک کنه، برای همین گذاشت بره، همونطور که جاهای دیگه‌ای هم همینجور دادن و رفته. داشته در واقع این مرد میهن پرست همینطوری دریای خزر رو میفروخت به شوروی ها مجانی. خودش البته هیچ وقت بهره برداری از منافع نفت و گاز دریای خزر نکرد. سال 1345 هم یه قرارداد بست با شوروی که گاز جنوب و در ازای ساخت ذوب‌آهن و ماشین سازی عراق داد به شوروی. و دقت بکنید از اون سال تا
تا زمانی که سال 1358 دولت بنی صدر ارسال گاز به شوروی و به این شکل که تقریبا مجانی بود قطع کرد، گاز هم از جنوب به شوروی داده میشد. تو سال 1371 شوروی از درون فرو پاشید و اون داستانی که همتون میدونین و تقسیم شد به کشورهای مختلف و از قضا دور دریای خزر به جای اینکه ما باشیم و شوروی تبدیل شدیم به 5 کشور، یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان. این نقشه است که کشورهای مختلف و حول دریای خزر یا به قول اینا کاسپین، نمیدونم چرا نمیگن خزر، نشون میده. اگه دقت بکنید میبینید که اون تیکه‌ای که ساحل مربوط به ایران وجود داره اتفاقاً به عمق بالا رفتن به دریای خزر خیلی محدود و کم هست و فضای خیلی خیلی بیشتری دست اون 4 کشور دیگه است. از حدود 10 سال پیش هم شروع کردن در واقع این کشورهای پیماننامه‌های دو جانبه و سه جانبه‌ای رو بستن و تعیین تکلیف کنن برای حدود و مرزهاشون و برای منابعی که در دریای خزر وجود داره و شیوه‌های بهره برداری از اون. سال 97 بالاخره این 5 تا کشور جمع شدن گفتن بابا تکلیف اینجا رو باید روشن بکنیم دیگه. یک پیشنویس کنوانسیون آکتائو رو ارائه دادن، توی همون شهر بود و درباره منابع دریای خزر این دفعه میگه که با توافق، دقت کنید اینم میگم وقتی توی این کنوانسیون نیست، یعنی اگر الانم تصویب بشه چیزی تغییر نمیکنه که اینا انقدر دارن روش جارو جنجال میکنن. اگر خطایی بوده در قراردادهای قبلی بوده، اگر هر چه بوده تاکنون به همون شکل قرار، همون ادامه همون کاریه که محمد رضا پهلوی و پدرش کردن داره جمهوری اسلامی هم میکنه. اومدن اینا و گفتن که این منابع آبی هم باید با توافق کشورهای همسایه‌شون هر بار حل بشه. در واقع اگه به این نقشه نگاه کنین، ایران اگه بخواد روی منابع بحث کنه و مذاکره کنه، از یک طرف با ترکمنستان و از یک طرف با آذربایجان در واقع طرف خواهد شد و نه روسیه که اون طرف اصلا. اجازه بدین اول متن این کنوانسیونی که به زبان فارسیه ببینیم و بدونید که هیچ جایی حرفی از درصدی که قراره به ایران داده بشه و اینا میگن 4% و یکی دیگه شون میاد میگه 13% نیست. همونطور که میبینین اینجا توی این متن کنوانسیون توی ماده 8ش فقط راجع به این صحبت میشه که با کشوری که ساحل مشترک دارن و همسایش حساب میشه باید قرارهاشون رو تنظیم بکنن. همون سال 97 هم که این کنوانسیون امضا شد، تو خود جمهوری اسلامی هم خیلی باهاش مخالفت کردن، به خصوص نهادهای امنیتی باهاش مخالف بودن، بیشتر به دلایل نظامی و روابط در واقع نزدیک آذربایجان با ناتو و آمریکا و البته یه عده دیگه‌ای هم با همین استدلالایی که سلطنت طلبها امروز میارن، یعنی میگفتن آی سهم ما کم شده، ما مشا بودیم و همین حرفایی که امروز هم برخی در جمهوری اسلامی میزنن، من جمله ایشون. این خدای نکرده تو مجلس تصویب شه و خدای نکرده شورای نگهبان هم تاییدش کنه. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سهم تاریخی ما، تمدن تاریخی ما به یک باره از یک طرف دریای خزر یا هر اسمی کاسپیان تبدیل میشه به 3%، 3.5%. ایشون کارشناس اوراسیاست، یعنی روابط اروپا و آسیا در مجلس جمهوری اسلامی. این اومده و میگه که سهممون شده 3-4% و هیچ توضیح نمیده که چرا. همه اینا در حالتیه که خود در همون خبری که دولت پزشکیان مربوط به تصویب این کنوانسیون توی مجلس آورد، اومد گفتش که بندیو که مربوط به تعیین حدود و ثغور در واقع بستر دریای خزر بوده، بندی که مربوط به تعیین حدود و ثغور بستر دریای خزر بوده رو حذف کردیم. یعنی همه این دروغی که شما میگین که این حدود ثغور شده 3%، 4%، 12% اصلا توی این کنوانسیون وجود نداره. یعنی شما دارید فضا سازی میکنید که نشون بدید در وهله اول که جمهوری اسلامی هیچ منافع ملی براش مهم نیست، که نیست و نیازی نداریم دروغ بگیم. در بسیاری موارد این نشون داده شده. وقتی که تمام معادن طلای آذربایجان رو بخشیدن به روسیه و چین، این مشخص بود و اتفاقا سکوت کردید. کجاست اون بیانیه رضا پهلوی در این مورد؟ دشمنی ما با جمهوری اسلامی به ما مجوز نمیده که به مردم دروغ بگیم. دشمنی با جمهوری اسلامی میبایستی دقیقاً نشون بده که جمهوری اسلامی چگونه این منافع رو در تمام این سالها زیر گرفته. این دروغی که شده 3% و 4% کمکی به پیشبرد
یک سیاست اصولی نمیکنه. اینجاست که اتفاقا دوباره رویا میفروشید، دوباره دروغ میگید و جمهوری اسلامی میاد میگه نه اینجوری نیست، اینش اینه و نیروهای درونیش میبینن اصل قضیه چیز دیگه ای بوده. اما چرا برای اینا مهمه الان این اتفاق بیفته دوستان عزیز؟ برای اینکه ماه دیگه در تهران نشستی برگزار میشه از طرف اجلاس کشورهای دریای خزر که توی تهران هم برگزار، یعنی همین کشورها، و جمهوری اسلامی میخواد رسیدگی کرده باشه به این کنوانسیون، این کنوانسیون رو تصویب کرده باشه تا اون موقع و امیدواره که جوابی داشته باشه و بتونن مذاکرات بیشتری کنن. چرا برای جمهوری اسلامی این مسئله مهمه؟ اول اینکه نگران استفاده کسانی خارج از کشورهای دریای خزر از این آب هاست. اینجا منظورش کیه؟ میگه نیروهای منطقه‌ای غیر از این کشورها. اینجا رو نگاه کنین ببینین این سخنگوی وزارت امور خارجه غریب آبادی در این مورد چی میگه. کنوانسیون نکات مهمی رو داره، از جمله اینکه یک چارچوب حقوقی برای تعامل بین کشورهای ساحلی خزر فراهم میکنه و جلوگیری میکنه از سوء استفاده هایی که ممکن هست در شرایط فقدان یک چارچوب حقوقی ایجاد بشه، به ویژه از حیث سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه خزر. در واقع یعنی این که ما بگیم که استفاده از آبهای اینجا برای ناوها، برای کشتی‌های تجاری، برای همه کشتی‌های این 5 کشور فقط ممکنه و الی خیر. چرا؟ آذربایجان ممکنه با ناتو بسازه. این مسئله در ترکمنستان هم صدق میکنه. بعد اسرائیل چی اگه تونست اینا رو راضی کنه وارد آبهای اینا بشه و از اونجا استفاده کنه؟ چجوری میشه این جلوی این قضیه رو گرفت؟ این یه ترس و نگرانی جمهوری اسلامی برای این با عجله داره این کار میکنه. یک نکته دیگه هم هست دوستان عزیز، تمام این مدت که اینا تنگه هرمز رو بسته بودن و بعد ترامپ اومد اونجا رو در واقع محاصره کرد، اینا به فکر این افتادن که راههای جدیدی، کریدورهای جدیدی برای تامین نیازهای کشور و فروش محصولات کشور، چه محصولات نفتیش چه دیگر محصولاتش پیدا بکنن. این شامل زدن راههای در واقع زمینی به جاهای دیگه، به کشورهای دیگه. از افغانستان حرف می‌زدن، از پاکستان حرف می‌زدن، از عراق و غیره حرف می‌زدن و میگفتن باید شروع کنیم. اشتباه کردیم بعد از جنگ 12 روزه این کارو نکنیم. چنانچه این تنگه کاملا غیر قابل استفاده بشه برای ما باید بتونیم مقاومت کنیم با راههای دیگه. این کریدور برای همینه. در واقع میخوان این کریدور رو در شمال تضمین بکنن، این آبهای دریایی رو برای استفاده خودشون تضمین بکنن. این دلایلیه که جمهوری اسلامی با این عجله اینو آورده. بعد اینا میگن از آسمون آورد و چرا تا حالا نمیکرد. خب جواب سوالا خیلی روشنه. بس بر سر اینه که چرا اینقدر اینا دارن رو این تکیه. این اتفاق مهمی نیفتاده، یه قراردادیه که مثل بقیه چیزها اینا دارن انجامش میدن برای اینکه منافع جمهوری اسلامی، بقایش، همه اینا بسته به ایجاد چنین کریدورهایی، چنین راههایی و چنین اتحاداییه. امروز دوستان عزیز این مهمه که روی این مانور بدن و الا این کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه هنوز هم در رابطه با این موضوع توش تعیین تکلیف نشده. هنوز هم در رابطه با منابع زیرزمینی دریای خزر حرفی توش نیست. مطلوب جریان سلطنت طلبه که بگه این یهو شده و یه اتفاق عجیبه و اینا دارن ایرانو میفروشن. و اینم بگم بلافاصله این 50 سال محمد رضا پهلوی و رضا شاه به عنوان اینکه خیلی قراردادهای خیلی عادلانه‌ای بوده و ما از موضع قدرت سود می‌بردیم از خزر، الان شده 13%، 14%، 11%، گویا قبلا 50% بوده. ببینید چی میگن و نمیگن پس اگه 50% بوده سهم ما از نفت باکو چی شد آقای ویسی؟ و به دروغ و بدون فکت دائم داره روی این کار میشه. چرا؟ میدونن زیادم مالیاتی نداره. میگیم دیگه این زیادم فرقی نداره. الان روی این میکوبیم. نه منافع آمریکا اینجا آسیب میبینه، نه اسرائیل حرفی زده. ما مستقلا میایم ادعای وطن دوستی در میاریم. اتفاقا خیانت اونجایی رخ داد از سوی محمد رضا پهلوی که دولت شوروی شروع کرد به استخراج نفت و هیچ ادعا و اعتراضی نکرد و یا نرفت روشن بکنه سهم ایران رو یا قراردادی بر اساس اینکه چگونه از این منابع زیرزمینی استفاده بشه نکرد. خیانت جمهوری اسلامی در ادامه همین قضیه این بودش که بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی باید به وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از منابع زیربستر و بستر خزر رو روشن میکرد و نکرد. اما خیانتی که امروز شما دارید میکنید اینه که جعل تاریخ میکنید. شما دروغ میگید که میگید اینجا مشا بوده و 50-50 بوده. دوباره دارید رویا فروشی میکنید. اگه ما بیایم 50% مال ما میشه. به چه دلیل؟
اگر اینها واقعا منافع ملی براشون مطرح بود، اون موقعی که جمهوری اسلامی اولا تمام معادن ایران رو در بخش زیادیش بیش از 70% در اختیار سپاه قرار داد و بعدم به من جمله تمام معادن طلا در آذربایجان رو به کسانی از چین و روسیه بخشید، از طلای آقدره و زرشوران گرفته تا معادن طلای اندریان که توی ورزقان هست و دادنش به یک روس. در مورد تمام اینا بیانیه صادر نکردن. مردم اونجاها، محیط زیست اونجاها، اتفاقاتی که داره میفته و اینا دارن تون ذخایر این کشور رو میبرن، راجبش اینا حرفی نمیزنن. اما این یکی گله، میشه گفت مثلا اگه بگیم ابرهای خزر رو بردن، ساحل خزر شد 3/4، همه رو میتونن بترسونن. یعنی پروپاگاندای ترس و دروغ میهن پرستی از سوی پهلوی. امروز باید بیان بگن ما خیلی وطن پرستیم، اینا دارن میفروشن و غیره. آنچه جمهوری اسلامی میکنه در بسیاری موارد خشت گذاشتن روی خشتایی است که پدر و پدر بزرگ شما گذاشته بود تو عرصه‌های مختلف. اینم ادامه همونه، هیچ چیز بیشتری هم نیست توش. در واقع با این تصویر که داره ایران فروشی میشه، میخواد بگه ما خیلی دردمون میاد اگه به ایران آسیب برسه. اینا دارن کراهتی رو که از خودشون نشون دادن در 2 جنگ اخیر دارن جبران میکنن. اینا میخوان آبروی رفتهشون سر این که نه اون خاک براشون مهمه، نه اون مردم براشون مهمه، نه زیر ساختاش براشون مهمه، نه بیکار شدن این همه مردم در به عنوان عواقب جنگ براشون مهمه. میخوان آبروشون رو، آبروی ریختشون رو برگردونن، مثل آبی که وقتی رفت دیگه به جوی بر نمیگرده. آبروی شما با این بحثا و با این ادعاهای وطن پرستی و دروغ و بزرگ کردن یک موضوع و جعل تاریخ جمع و جور نمیشه. در هفته گذشته مجتبی خامنه‌ای، هم که نمیدونیم هنوز مرده است یا زنده است، اومد و یه سری انتصاب جدید انجام داد. این انتصاب شامل فرماندهان نظامی میشد که بیشترشون توی حمله اسرائیل و آمریکا کشته شده بودن. یعنی ولی عبداللهی اومد، احمد وحیدی شد فرمانده کل سپاه و علی اوزمایی شد فرمانده نیروی دریایی سپاه و حسین طائب مهمتر از همه شد رئیس سازمان بسیج مستضعفین و خلاصه اون محسن رضایی هم شغلی پیدا کرد. و این انتصاب‌ها با توجه به رویکرد جمهوری اسلامی و انتصاب‌هایی که کرده بسیار مهم هستند. از یک سو یک پیام بین‌المللی دارن، یعنی سیاست تدافعی ما با این نیروهای نظامی و امنیتی که گذاشتیم تو رأس تمام این مشاغل تضمیناً تهاجمی خواهد بود. از سوی دیگه اگه نگاه کنیم به آن چینشی که در خود سیاست داخلی باهاش روبرو هستیم، یعنی انتخاب طائب و پیام جمهوری اسلامی تو این انتخاب به جامعه چیست؟ این حسین طائب هستش که در حکم انتصابش مجتبی خامنه‌ای میگه که تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت به منظور تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی، و تازه میگه که برای چیه؟ برای اینه که این اقشار بتونن برای حفاظت از انقلاب اسلامی شبکه اطلاعات مردمی رو تقویت کنن. این یعنی چی؟ دقیقاً سیستم جاسوس پروری، سیستم در واقع جاسوسی و خبرچینی از در و همسایه، پدر از فرزند، فرزند از پدر و مادر، افراد خانواده از همدیگه داره مجدداً رسما تبلیغ میشه، براش سازماندهی میشه تا اینکه بتونن در سرکوب‌های بعدی با چنین اطلاعاتی کار بکنن و سازماندهی شده سرکوبشون رو انجام بدن. در عین حال مردم رو به هم بی‌اعتماد بکنن، همه از هم بترسن که کی الان جزو اون هر ایرانی هر بسیجیه. این ادامه همون سیاستی است که در سال 59 60 هم اجرا کردن تحت عنوان جنگ. اومدن گفتن هر کسی شب و چراغ خونش رو روشن کرد بیاین اطلاع بدین. اینا میخوان به میگای عراقی علامت بدن و الی آخر، تا اینکه رسید به هر تکانی در همسایه ها ممکنه که دست دشمن در کار باشه، بیاین به ما هر چیز مشکوکی که در خیابان و خانه و خانواده دیدین بیاین گزارش بدیم. و به این ترتیب یک بی‌اعتمادی عمومی رو در فضای جامعه ایجاد کردن و از ناآگاهی بسیاری از مردم استفاده کردن و ازشون گزارش گرفتن علیه دیگرانی که احیانا عناصر نامطلوب نظام حساب می شدن و دستگیر شدن و شکنجه شدن و اعدام. این وضعیت به نظر میاد داره دوباره تلاش میکنن که این وضعیت رو تکرار بکنن. در واقع کاری که طائب قراره بکنه اینه که کاربری بسیج رو گسترش بده، جاسوسی درون جامعه و انشقاق در بین خانواده ها و غیره رو افزایش بده و از مردم بخواد که هر کدوم تبدیل به یک جاسوس بشن تا کمک بکنن که این دستگاه سرکوب سر پاش بیسته. و این در حالتیه که رئیس جمهور این
جمهوری اسلامی میاد و چنین با ادعا و آه و ناله روایت کشتار قبلیشون رو برای ما توضیح میده. به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. اینجا یه لحظه دقت کنید. اولا فوت شدن با گلوله جنگی فوت شدن. اون حادثه انگار نه انگار تصمیمی گرفته شده، پلنی براش وجود داشته، اسلحه‌هایی جابجا شده، نیروهایی جابجا شدن تا این حمله صورت بگیره. اعضاشون از دست دادن. نه، به چشمهاشون شلیک کردید، به قصد کشت به اونها شلیک کردید و اگر نزدیکتون بودن زدید. اینه که واژه ها و جملات این چنینی قراره کمی درد رو تبدیل کنه به یه اتفاق. یه حادثه بود، یه عده جوان فوت شدن، یه عده اعضاشون رو از دست دادن و ما خیلی ناراحتیم. این نمیتونه هنوز فراموش کنه. ادامه بده ببینیم. ما نباید به اینجا میرسید کارمون که البته خود ترامپ نامردم گفت که ما اینا رو مسلح کرده بودیم، ما به اصطلاح اینا رو داشتیم پشتیبانی دقت کردین؟ اینجاست که اون گفتمانه به کارش میاد. اون توییت وزارت دفاع اسرائیل که گفت ما نیروهامون در خیابان‌ها مسلط هستن و حضور دارن، این ادعاهای اینها امروز به خرج جمهوری اسلامی میاد. وقتی میگیم اون ادعا، اون دروغ‌ها، اون فضاسازی‌ها به نفع جمهوری اسلامی، دلیلش اینه ها. این پزشکیان قشنگ گرفتین و گوشتی جوش. خود ترامپ نامردم گفته، یه جوری هم میگه مثل برادرزاده‌شه. ترامپ نامردم گفته بود و دیدیم که چنین شد. ما نباید به اینجا میرسیدیم. دیگه چی؟ من بود دارن این کارو میکنن، اما یه عده بیگناه هم با اینا قاطی شده بودن. در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم. یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. بیاین با عددی که شما ادعا میکنین که خیلی دقیقه و خیلی مسئولانه جمع‌آوریش کردین، 3000 خورده‌ای رو اعلام کردین، بگید ببینیم چند تاشون بیگناه بودن، چند تاشون مشکلات واقعی داشتن و اومدن تو خیابون. بر اساس کدوم تحقیقات به این نتایج رسیدید؟ چجوری شبونه شلیک کردید هرچند که میدونستی آدمای بیگناهی بین اونها؟ این رو دارم از گفته خودت میگم ولی من که میدونم شما چه جنایتکارایی هستین و اگر امروز هم به این اعتراف میدید قطعا اهدافی دارین. از یک سو میخواین بگین ما میگیم زدیم، میگیم آمارم میدیم. خیلی جالبه، اینا جدیده تو جمهوری اسلامی، هم آمار کشته شده هاشو بیاد بده، هم بعدش بیاد بگه ما کشتیم و ناراحتیم. این گفتمان در خدمت اینه که علاوه بر این که یک رعب و وحشتی ایجاد میکنه، دوستان عزیز، روایت جنایت رو در دست میگیره. روایت از قول قاتلان بیان میشه اونجوری که میخوان. اینا فوت شدن، اینا اصلا عزیز اینا یه بخشیشون بیگناهن، همشون نه. اگر این رو بپذیریم تأثیرش برای خانواده‌های دادخواه چیه؟ خانواده‌های کشته شدگان و زخمی شده های این اعتراضات میتونن برن و شکایتی تسلیم قوه قضاییه همون جمهوری اسلامی بکنن و بگن ما میخوایم بدونیم عزیزمون چرا کشته شد، چون ما ادعا میکنیم عزیز ما بیگناهه با تعریف شما. و اگر 500 تا 1000 تا 1500 تا چنین شکایتی رو دستگاه قضایی باهاش روبرو بشه و همه بیان پرونده هاشون رو گزارش کنن، بعد میدونین چه فاجعه‌ای از سیستم قضایی شما بیرون میزنه. برای همینه که من فکر می‌کنم که این گفتار پزشکیان در کنار اون گفتار تائب، همه اینها در خدمت به دست گرفتن روایت یک جنایت توسط خود جنایتکاران، تکرارش، ایجاد ارعاب و نوشتن تاریخ به دست خودشون. عددها رو در میارن، بعدم میگه ای کسی بیشتر داره بیاد بگه. شما کدام امکانات تحقیق آزاد رو اونجا باز کردید؟ شما خانواده ها رو دارین میزنین، هر روز فشار و تهدید بهشون وارد میکنین، هر روز دارین خانواده ها رو اسیر میکنین، بعد اومدین ادعا میکنین که اگه بیشتر دارین بیاین بگین. در واقع این نه از موضع ضعف این حرف پزشکیان، بلکه دقیقاً از پذیرش این موضع است و در خدمت این سیاستی که بگه کشتیم و برای حفظ وطن باز هم میکشیم. چنین جعلی اما باید از کانال‌های مختلف وارد شه، از کتاب، از مصاحبه، از ترانه. نتیجه میشه این. سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ سپر بابا. کیو کیو بانگ بانگ
ایران شده جنگ جنگ، وقتی وطن غم داشت دنیا باهاش جنگ داشت، مردم زخم خوردش هر شب غم نان داشت، از روی ناچاری فریادشو سر داد، یکی از اون دور دست یه شب فراخوان داد، خیابونا بند شد بین همه جنگ شد، خونی به راه افتاد نفس وطن تنگ شد، هوا پر از دود شد هر گوش آشوب شد، خودی به خود میزد قلب وطن خورد شد. اینه جهل روایت، وقتی میگه که خودی به خودی میزد، وقتی میگه همه جا آشوب شد، برادر جنگ بین جنگ برادرها شد با هم، وقتی یه جوری حرف میزنه مثل این که مدرسه میناب هم وزن جنایت جمهوری اسلامی علیه مردم بی‌دفاع خودشه و از این دوتا رو میذاره کنار هم، هم از خون بچه های میناب سرمایه گذاری میکنه، هم از خون کشته شدگان دیما. سپهر بابا رو میگیره اول برنامهش تا دلهایی رو که هنوز عزادار اون کشتارند رو به دست بیاره. ولی پدر سپهر شکری ساکت نمیشینه و به درستی و با شجاعت میاد جواب این رو که جواب پزشکیان هست رو هم میده. یک کلیپی از خواننده فراخ فرزاد در اومده که از صدای بنده به عنوان پیش برنامه‌اش استفاده کرده، صدای سپهر بابا. کسانی که طرفدار یک حکومت این ور هستن، کسانی که چشمشون رو به روی کشتار بچه‌های ما بستن و حالا اومدن کلیپ برای خودشون میذارن، اعلام جرم میکنم علیه کسانی که بخوان از صدای سپهر بابا برای مقاصد خودشون و برای مقاصد این حکومت استفاده کنن. مرهمی که روی دل ما نذاشتین، ولی حداقل نمک رو زخم ما نپاشین. اجازه نمیدم از صدای تمامی جاویدنامه، صدای سپهر بابا صدای یک نفر نیست، صدای درد یه جامعه است، استفاده نکنید. و خواستم بگم که آقای فرخزاد، شورش نبود، درد جامعه‌مون بود، درد جامعه‌ای که هیچ کس نمیخواد بشنوه، هیچ مسئولی نمیخواد بفهمه و صدای بچه منو با گلوله خفه کردن. اینه روایت واقعی کسایی که به مبارزه برخواستن، از کرامت انسانی خودشون دفاع کردن و اینجوری داره ازشون سوء استفاده میشه. این پاسخ به اون خواننده و آن یکی مداح و همه اینها بود. سپهر بابا درد یک جامعه است، دردی که خیلی ها نمیخوان ببینند و بشنوند. اینی که میبینین مداح حکومتی حمیدرضا رجبزاده است، کسی که توی 3 هفته گذشته اخبارش اومد و که ناپدید شده و در هفته گذشته ماجرای قتلش یکی از موضوعات رسانه‌ای در ایران بود. به گفته رسانه‌های حکومتی 15 روز بوده که این آقای رجبزاده ناپدید شده و بعداً جسدش در اطراف بیابون‌های اطراف تهران پیدا شده. خبر قتل این مداح حکومتی که منتشر میشه در این رسانه‌های نزدیک به حکومت، صحبت از این میشه که یه دختری بوده توی دنیای مجازی با این آشنا شده بوده، اینم به جای تذکر حجاب میداده و غیره و این دختره ناراحت شده رفته به دوست پسرش گفته و بعد دوست پسر گفته یه قرار جای خلوتی باش میذاریم و بردن با یه خودروی اونجا و یه زن و 5 تا مرد ریختن و اینو کشتن. اول بهش یه دارویی دادن و بعدم اینو کشتن، با چاقو به قتل رسوندنش. گفته میشه به طبق گزارش پلیس ایران گفته میشه که این بلاگره، این خانومه یه بلاگری بوده، توی اینستاگرام بالاخره صفحه‌ای داشته و ایشون میومده گفته در کارهای سیاسی که نمیشناسی، در موضوعگیری سیاسی نکن، حجابت رو رعایت کن و الی آخر. میگن این بلاگره با کمک دوست پسرش به هشتگ اینو کشونده یه جایی و اینو به قتل رسوندن، جسدش هم سوزوندن. از این صحنه‌ها فیلم گرفتن و یکی از اینا گفته بوده اگر این فیلم‌ها رو بگیریم و بفرستیم، یک پولی اینها قرار بوده بگیرن و این فیلم رو به عنوان فیلم کش
کشته شدن یک بسیجی بفرستن برای جریانات معاند در خارج کشور. مشخصا میگه منافقین و البته میگه که هنوز در این مورد سندی نداریم. یعنی داره صحبت از این میکنه که یک قتل سیاسی این مداح رو به عنوان بسیجی کشتن. لااقل تو خبرهای اولیه دائم صحبت از اینه. حتی فیلم سوزوندن جسدش رو میذاره مشرق و بعداً ور میداره. اما جانشین فرمانده انتظامی کشور یهو میاد و میگه که ببینید چی میگه. آزادی رخ داد در باب آقای مداح. اینا جای اینا سطحی نیست که مثلا ما تو خبر بیاریم. اینا رو آنسوی آبها بزرگ کردن. این اتفاق فردی بوده، اتفاقی افتاده و مثل بقیه موارد در کشور. اینا که مطرح میکنن موضوعات امنیتی و سیاسی و این حرفا هم چیزی وجود نداره. ایشون در واقع داره اینجا میخواد ترس رو از بین نیروهاش بریزه، میخواد انکار بکنه که میتونه این آدم به دلیل، ببینید دوستش چی میگه. من نمیخواستم این کلیپو بگیرم این حرفو بزنم، خب شاید برای شهید بد بود، برای تو دید بقیه، ولی الان که اسمش داره خراب میشه اینطوری، من یه حرفی بزنم. آقا همینجا جلسه بیرق معظم وزرای داخل، خب 2 ماه 3 ماه پیش که تراکتشو گذاشتم اومدشو بعد جلسه نشست تو دفتره حاج آقای مسجد، شروع کرد توضیح دادن. گفتش که آره اینا اینجا همینجا، گفتش که آره من آدم کشتم تو اغتشاشات. حالا روحیش هم سر این قضیه خیلی بد بود، قشنگ اینو گفت به زبان خودش، از والله از زبان خودشه. گفت من آدم کشتم تو اغتشاشات، دنبال من میخوام بگیرنم، 3-4 باری نامه انداختن تو خونمون، بهم پیام دادن، تهدیدم کردن. بعد آخه الان میای میگی مرگ طبیعی و اتفاقات عادی. این اعتراض داره. این میگه بر چی دارین میگین مرگ طبیعی، بعد دارین بدنامش میکنین، میگین با یه دختره رفته یه جای خلوت. راستشو بگین، این شهیده، اینو کشتن چون در جنایت با شما همدست بود، چون شما میخواستین کش مردم، حالا اینو کشتن، هیچکی جوابگو نیست. در واقع صحبت از انتقام کشتاری که او کرده میکنه. ما هیچی نمیدونیم، اما میدونیم که میتونه جمهوری اسلامی از ترس این که نیروهاش بترسن این قتل رو، که اگر هم یک قتل سیاسی باشه، یعنی اون آدم ها به هر دلیلی شناسایی کرده باشن و تصمیم به این کار گرفته باشن، رو زیر میگیره. در واقع میخوان بگن نه خبری نیست، این هم مثل بقیه کشته شده. چون اگه بگن که اینو یه عده کشتن به عنوان انتقام، بعد خیلی گرون تموم میشه. اما قتل این مداح چه ربطی به سامانه پهلوی داره؟ چرا همیشه به هم ربط میدین؟ نه این سامانه پهلوی دستش تو همه سوراخ میکنه و هر جا میرسه تولید کراهت و نمایش بی‌بضاعتی خودش رو میده. فرزاد زرین رو یادتونه، همین یارو لات و لومپن و کمدین دربار که یاسمین پهلوی هم خیلی بهش علاقه داره. بذارین اصلا چند تا استوریای یاسمین پهلوی رو نشون بدیم که ببینین آقا زحمت کشیدین یا استوریا رو گذاشته در پروموت کردن این لومپن. ببینید چه استوریایی در دفاع ازش گذاشته، بعد میگم که ربط این به این موضوع این قتل چیه. دادا اینا دیگه یه بچه هم میدونه که تو هر وقت زورت به شاه نمیرسه باید اطرافیانی شاه و هدف قرار بدی. میفهمم من چرا حاملم. تعرضش با آقای حال شد به چشومت تو شکم من، همش تقصیر شماست آقای پهلوی. اینم کمدی به سبک پهلویه و یاسمین پهلوی اینا رو استوری میکنه تو اینستاگرامش. این آدم میادش در لایو اینستاگرامش، دقیقا زمانی که خبر ناپدید شدن این مداح حکومتی پخش شده، در لایو اینستاگرامش که یه عده از هوادارهای خاندان ایرانساز پهلوی هم اونجا حضور داشتن، ببینید چگونه تعریف میکنه، که من صدا رو قطع میکنم در اینجا، ولی تعریف میکنه از اینکه یک ویدیویی به دستش رسیده، دقت کنین یک ویدیویی به دستش رسیده که کشته شدن یک ارزشی رو تو ایران نشون میده. البته میگه ما نمیدونیم کی هستن ولی دمشون گرم، اینا اینجوری پوست سرش رو میکنن، همه رو توضیح میده، میگه چجوری سینه‌ش رو میدرن و میگه چجوری وقتی زنده است قلبش رو در میارن و این قلبش داره هنوز میزنه و با یک شهوت بسیار کریهی اینها رو میگه. البته پرچم شیر خورشید یادش نرفته، آفرین، چون آقای فرزاد زرین خوب حواسش هستش که مطابق میل یاسمین درست کنه ویدیوهاشو. اینجا هم از خودش داره ویدیو میگیره
که توی اون لایو از آدما میپرسه من این ویدیو رو دارم اما نمیدونم، بیاین رأی بدین ببینیم چی میگین، من این فیلم رو نشون بدم یا نه. جوابا رو ببینیم. یه رأی بگیریم اینجا بذارم یا نذارم. من موافقم آقا فرزاد. من خیلی دوست دارم ببینم. خیلی دوست دارم. به نظر من بذار ارزشی‌ها ببینن چه روزی براشونه. هر کی هم طاقتش نداره میتونه همین الان بره بیرون برای چند دقیقه با عرض اینجا لذت بخش‌ترین حالتی میشه که ما بتونیم ببینیم و بفهمیم که اینا چه بلایی سرشون خواهد آمد. درود بر پدر شما. مخالف چند تا داریم؟ منفی 10 تا. منفی 10. نداریم آقا، بذار می‌خوایم حال کنیم. بذار می‌خوایم حال کنیم. این اون چیزیست که اینا وقتی دوره همن، فضاهاشون امنه، با این چیزا حال میکنن. اینه سامانه پهلوی، اینه با اینا حال میکنن. بعد میپرسین چجوری اون بلا سر مسعود مسجودی اومد؟ برای اینکه یک عده از این قتلای فجیع لذت میبرن. اما این ویدیو تحت عنوان ویدیو کشته شدن یه ارزشی در ایران پس از انتشار خبر قتل این مدعی حکومتی به عنوان ویدیو قتل او دست به دست شد. حتما در محافل اینها بیشتر. آنطور که BBC میگه و راستی آزمایی کرده، این ویدیو از یک فیلم قتلی در یک کارتل مکزیکی که در سال 2023 ضبط شده و هیچ ربطی به ایران نداشته. ولی تعابیری که اینها از چنین قتلی دارن، لذت و شهوتی که از بودن قلب زنده ی آدم تو دستشون دارن و مرگ رو اینجوری ترسیم میکنن و قتل رو چنین ترسیم میکنن و اون بیننده هایی که دوستان میگفتن آی بزا حال کنیم، اونها بسیجی ها رو نمیترسونن. اینها دارن به ما پیام میدن که با ما چه خواهند کرد. این پیام برای همه اوناییست که برای پهلوی کف نزدند. برای همینه که وقتی این فیلم ها رو میبینیم، وقتی این رفتارها رو میبینیم، بعد متوجه میشیم که مبارزه با این جریان چقدر مهمه. وقتی که دوستی از ایران برای من مینویسه مدتی ایست بعد از دیدن این ویدیو خواب میبینم جمهوری اسلامی رفته ولی یکی داره قلبم از تو سینم میکشه بیرون. این وضعیت این سامانه است. این فرزادشون بود و حالا ببینیم وضع اشکانشون در چاله. اشکان خطیبی، همون دونرپیشه‌ای که از ایران از دل تلاشش برای گذاشتن حجاب به سر دختران 10-12 ساله پا شد و با همون کت شلوار و همون دستمال گردن و همون دستمال جیبش اومد رو شونه های پهلوی اشک. یادتونه؟ تو جلسهشون پا شد بغض کرد. همینی که ویدیو میذاره کمک مالی جمع کنه برای کسایی که قلو دستشون مجروح شده تو دیما، همینجور داره فراخوان مالی میده. این یکی از اعضای این سامانه است. ببینید هفته گذشته چه توییت زده علیه روزنامه‌نگاران و در این مورد مشخص یکی از خبرنگاران BBC. میبینید که میگه امروز نوبت فلانیه. نه تنها میخاره، ادبیاتو ببینید، ادبیات اعضای این سامانه است. بعد میشینن دور اون میزه توی ویلاشون تو پاریس راجع به فرهنگ ایران، ضرورت فرهنگ سازی حرف میزنه. اول آدمای دور و بر خودتو درست کن. تهدید به قتل داره، ضد زن هست، تهدید به تجاوز میکنه، در یک توییت همه رو داره. و ما خوشبختانه این خبرنگار شکایت کرد، همه ما نوشتیم این اتفاق باید بیفته. از اون ور از مستر هپیشون تا پرونده‌ای که در ونکوور دارن، تا امثال اختر قاسمیشون، تا ایشون، تا بقیهشون، اینها همه پرونده هاییست که دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی درگیرشن به دلیل خشونت هایی که اینا اعمال میکنن. این اتفاق نه بار اوله و نه بار آخر خواهد بود. واقعیت اینه که هرچه از این سامانه افتضاحاتش بیشتر رو میشه، آدم‌ها انتظارشون برای اینکه پاسخگویی ببینن میره بالا. اما مثل تمام ساختارهای فاسد اتفاقی نمیفته. ببینید الان در تو جمهوری اسلامی چقدر پرونده های فساد لو میره، همه چی اما سر جاشه، انگار نه انگار. در مورد سامانه پهلوی هم منتظر نباشید که اتفاقی بیفته و پاسخگویی صورت بگیره، کسی اخراج شه، کسی حذف شه، کسی مورد نقد قرار بگیره. یک سیستم فاسد نتیجهش اینه که هر کی توش هر کاری میخواد میکنه، هر کی میخواد هر سود و پولی که میخواد میبره و هیچ کنترل و نظارتی وجود نداره. مادامی که ما میتونیم از این قوانینی که در این کشورها وجود داره و اتفاقا دستاوردهای نیروهای چپ اینجا هست، علیه این اقدامات اعضای سامانه استفاده بکنیم تا وقتی دیر نشده.
من در یک برنامه دیگر ولتاژ قول میدم یک برنامه خیلی هیجان انگیز راجع به پرونده هایی که اعضای این سامانه باش درگیرن در تمام جهان، شکایت هایی که ازشون شده و اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیزی که کردن خواهم پرداخت. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. اگر ولتاژ رو دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره. خواستم بگم دکمه جوین رو بزنید و اگر میتونید و به هر میزانی که میتونید برای پخش ماهواره این برنامه کمک بکنید. ولی فکر کردم اگر دوستانی میتونستن حتما تا حالا این کار رو کرده بودن. اگر دوستان جدیدی اومدن و میتونن، از کمک های شما ممنون خواهم شد. در این حال مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.